رخشانه با همسن و سالانش آهنگ می‌خواند. اما وی در مورد آینده خود بی‌خبر است. رخشانه 12 ساله که پدرش به مواد مخدر معتاد است وی را به قمار باخته است. در این تئاتر قصه اصلی یک دختر به نمایش گذاشته شده است که در ولایت هرات این رویداد رخ داده است. من خودم شخصا نقش رخشانه را که بازی کردم، این دختر حالت یک دختری که به این وضع میرسه من واقعا درک میکنم. چرا علیه دختر این قسم خشونت ها صورت بگیره؟ باید مردم آگاه شوند و بس کنند اینقدر ظلم و ستم، این ظلم و ستم کاهش پیدا کنه. تماشاچیان این تئاتر راهاندازی چنین برنامه‌ها را برای کاهش خشونت علیه زنان مؤثر می‌دانند. آنان می‌گویند زنان باید به خاطر خشونت‌ها علیهشان صدای خود را بلند نمایند. واقعا با دیدن همچین تئاتری تحت تاثیر قرار گرفتم و می‌خوایم از تمام زنان صدای خود را بکشن، سکوت نکنن، خاموش نباشن و همیشه در مقابل خشونت و ظلمی که برای اونا میشه صدای خود را بکشن. اعتراض اداره انکشاف سازمان ملل یا UNDP در افغانستان از 3 سال بدین سو به هزاران قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است. در این مدت که تقریبا کم 3 سال میشه 6375 پرونده را که بخش از اینا خشونت های خانوادگی است و خط پرونده های مشابه به پرونده رخشانه هستند به اینا رسیدگی صورت گرفته و این پرونده ها را به مراجع عدلی و قضایی رسانده و پرونده هاشون در حقشان فیصله صورت گرفته. اما حالا رخشانه 12 ساله از شوهرش طلاق گرفته و به همکاری اداره انکشاف سازمان ملل درس می‌خواند. این تنها رخشانه نیست که با خشونت مواجه شده، بلکه پیش از این نیز شماری از دختران مانند قضیه فرخنده در کابل و سنگسار رخشانه در ولایت غور نیز به ثبت رسیده است.